عسلی چطوری؟ عسل یه فیلم سوپر برات آوردم عبرتی آموزشیه واسه اونایی که تازه متأهل شدن یا اونایی که میخوان زن بگیرن. اینو ببینید پشمی به کونتون نمیمونه. این پیراهن منو یه اتو میزدی بد نبودا. حالا من سر کاری نداری؟ میگفتی خب اتوش میکردم باشه برو مراقب خودت. من ببین یه نکته یا اینجا بگم بابا جون ناموستون وقتی موهاتون مشکی لنز آبی نندازید. نمیاد بابا نمیشه آخه نمیشه. تو باید بور باشی تا چشات آبی باشه سبز باشه. خیلی کیریه نکنید این کارو. اگه چیزی خواستی تو خونه شب از سر کار میام بگو بگیرم. نه چیزی نمیخوایم تا تو میای من شام خوشمزه میذارم. دقیقاً ساعت چند میای؟ دقیقشو که نمیدونم ولی مطمئنم زودتر از ساعت 10 کارم تموم نمیشه. خدا باشه خدا. بابا من ببین اینجا که اصلا مشخص قرار بدی اصلا کلا برنامه دادنیه. حداقل بذار خونه بره بیرون بعد بردار گوشی تخمی ها. الو سلام. سلام خوبی؟ در سر کار ساعت درم نمیاد. یه موقع اومد چی؟ نه مطمئنم نمیاد. درو میزنم بیا بالا. سلام علیکم خدمت زیبای خفته. بیا تو اینقدر خودتو لوس نکن خیلی وقت نداره. آخه ابراهیم برگشتی به یارو داری میگی زیبای خفته. آخه کس مغز تو داری تعریف میکنی یارو داری میری به کنه یارو. ابراهیم ببخشید آبراهام. ای بابا نچیدی میذاره که. تتو رو نگاه اروا مرده ها. تتو رو نگاه. من خودم دست بخورم. بذار من غذامو بخورم. خام دور تا دور بابا این چرا در واکل صدا نداد خفه کن بسته مگه بده. واسه شام بچینم. به شب رویایم بعد پس. تو هر موقع میای اینجا گشنه‌ای خود زود باش دیگه وقت ندارم یه ساعت دیگه میاد. ای بابا ما راست میگه دیگه ابراهیم. بلند شو دیگه دلوازی دنه بلند شو بکن شروع کن. نمیشینه غذا میخوری ان آقا. چه چیزایی که ندارم نند تو رو خلاص یه لقمه غذا قشنگ گلم پای میره. ولی فرض کن بیاد و برسه آ ویلا چه شود. بیاد و برسه ببین اومد رسید دید کی. بابا آخه من نمیفهمم آخه کسخل. یکی اومده خونت زن تو بکنه اومده مچشو گرفتی بعد تو دست میزنی سود میزنی تشویق. بابا بلنشو بگیر کیونشو رو پاره کن. رفیق 6 سالشو با زنش سر یه میز شام بچینین اشغالو اگه بیاد ما رو ببینه چی میشه. یعنی توف تو شرف نداشتن. سلام داداش من نمیدونم تو چه جوری دیگه رو میشه به من بگی داداش. اومدی تو خونه من کنار زن من سر یه میز نشستی بعد باز به من میگی داداش. تو چرا الان اومدی؟ ببخشید سکینه خانم نمیدونید شما قرار دادن داری وگرنه دیرتر میومد. آقا چه سوالیه کسخل. بعد یه عمر رفاقت دوستی ما رو اینجوری شناختی که حرفی نداریم آقا. ولی کاش قبل این حرفی بزنی بهش فکر کنی چون حرفی که در میرسه تیری که کمون در رفت دیگه برنمیاد. امشب سالگرد ازدواجتون بود. عاطفه ازم خواست امشب بیام کمکش میز بچینم چون میخواد سورپرایزت کنه. ولی طبق معمول اونجا که شما سرت خیلی درگیر کارته خبر نداری امشب سالگرد ازدواجتون بود. آبجی دست شما رد نکنم. واقعا گرم سبزی خوشمزه بود. خانداداش خر نشو خانداداش آهنگ شایع گذاشتن اینا میخواستم بکنن زنتش. خانداداش خر نشی ناموسم میخواد بکنم.